به نام خدا امروز میخوام در مورد فعل بکومن صحبت کنم. یه فعل فوق‌العاده پرکاربرد در زبان آلمانی هست که خیلی استفاده های زیادی ازش میکنیم. مطمئنم که همه معنی‌های این فعل رو نمیدونین و امروز یه سری چیزا میگم که قطعاً ممکنه خیلی اینو ندونن راجع به فعل بکومن. طبق معمول همیشه صرفش رو با هم بررسی میکنیم. اگر حرف اضافه‌ای داشته باشه مفعول مربوط به فعل بکومن و در پایان مثل همیشه تمریناتو داریم. همین ابتدای ویدیو ازتون میخوام ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب و زنگوله پیجم فعال کنین که اگر ویدیویی میذارم در اسرع وقت ببینینش. بریم سراغ صرفش. Ich bekomme, du bekommst, sie es bekommt, wir bekommen, ihr bekommt, sie oder sie bekommen. Präteritumش ich bekam, du bekommst, sie es bekam, wir bekommen, ihr bekommt, sie oder sie bekommen. پرفکتش با هابن هست و پارتیسیپ زوهای فعل بکومن هستش. میریم سراغ اولین معنی که فعل بکومن در صحبت کردن و جملات داره. دریافت کردن چیزی که داره برامون ارسال میشه یا گرفتن یا امکان یا حالا قابلیتی. تو مثالا بهتر دستتون میاد کجا مثلا استفادهش میکنیم بیشتر. برای هر دریافت کردنی نیست. برای مثلا نامه‌ای برامون ارسال شده دریافتش میکنیم، یه بسته‌ای برامون فرستاده شده، اینجور دریافت کردنی منظورشه. یا حالا مثلا یه حق و حقوقی، یه تجربه‌ای دریافت کنیم بگیریم، همچین حالتی. etwas bekommen مفعولی که میگیره آکوزاتیوی فعل بکومن. مثالا رو دقت کنین. Ich habe eine Einladung zur Party bekommen. ببینین میگه من دعوتنامه‌ای برای مهمانی دریافت کردم. دعوتنامه ارسال شده، دریافتش کردم. همچین منظوری توی فعل بکومن هست. مثال بعدی Er hat gestern eine neue Arbeitsstelle bekommen. میگه او دیروز یه شغل جدید پیدا کرده. ببینین Arbeitsstelle یه امکانه، یه موقعیت، قابلیت. پس برای مثلا موقعیت شغلی و اینا هم از فعل بکومن برای گرفتنش و پیدا کردنش میتونیم استفاده کنیم. مثال بعدی Du bekommst heute eine Nachricht von mir. میگه که امروز از من یه پیام دریافت میکنی. Wir haben die Erlaubnis bekommen, das Gebäude zu betreten. میگه که ما اجازه ورود به ساختمان رو دریافت کردیم. مثال بعدی Hast du meine E-Mail bekommen؟ میگه ایمیل منو دریافت کردی؟ پس اولین معنیش یه امکان یا موقعیتی رو گرفتن و دریافت کردن یا یه چیزی که ارسال شده، مثل پیام میتونه باشه، ایمیل باشه، بسته پستی باشه، یه نامه باشه که برامون ارسال شده و ما دریافتش کردیم. معنی بعدی که فعل بکومن داره خرید کردن و گرفتنه. etwas bekommen etwas für Preis bekommen. ببینید یه چیزی رو خریدن یا حالا یه چیزی رو به فلان قیمت خریدن. برای اینکه بگیم به فلان قیمت خریدن از فور استفاده میکنیم. مثالا رو دقت کنین. Ich habe das Gemälde für nur 50 Euro bekommen. میگه که این نقاشی رو فقط به قیمت 50 یورو خریدم. مثال بعدی solche Schuhe sind schwer zu bekommen. میگه اینجور کفشی، چنین کفشایی به سختی پیدا میشه، به سختی میتونی گیرشون بیاری، بخریشون، بگیریشون. مثال بعدی was haben Sie im Restaurant bekommen؟ میگه توی رستوران چی گرفتی، چی خریدی، چی سفارش دادی. ببینین وقتی بحث رستوران و غذا میشه سفارش دادی هم توی این جمله معنی میده. معنی سومی که فعل بکومن توی جمله ایفا میتونه بکنه خوردن هسته. مثالا رو دقت کنیم. ببینید تریت، شلگه،
ریس بکومن. ببینید تریت مثلا لگد، زد و خورد، کتک، یا مثلا مثل ریسه یه جورایی چجوری بگم که مؤدبانه در بیاد، مثلا مثل دیدین میگن فلانی ببخشید جر خورد، پاره شد، این همونه. ترک خورد، همچین چیزایی میتونیم استفاده کنیم. einen Stein oder Ball bekommen، یه توپ یا حالا یه سنگ خوردن. Spritze bekommen، آمپول زدن، آمپول خوردن. همچین چیزی هم میتونیم مثلا برای آمپول زدن هم از فعل bekommen استفاده کنیم. مثالا رو دقت کنین بهتر دستتون میاد. Ich hab einen Tritt ins Bein bekommen، میگه که یه لگد به پام خورد. einen Tritt، یه لگد، ins Bein، به پام. حرف اضافهش ببینین این پلوس das بوده شده ins. مثال بعدی hat gestern einen Riss im Spiegel bekommen، میگه که آینش خب دیروز یه ترک برداشت، یه شکاف خورد. einen Riss. Willst du, dass ich Schläge vom Trainer bekomme؟ میگه که میخوای که از مربی کتک بخورم؟ احتمالا مثلا میگفته بیا بریم تمرین رو بیخیال شو اینا، بعد برمیگرده مثلا بهش میگه که میخوای از مربی کتک بخورم. مثال بعدی Ich habe einen Stein an die Schulter bekommen، میگه یه سنگ به شونم خورد. Das Kind hat gestern eine Spritze beim Arzt bekommen، میگه که کودک دیروز نزد پزشک beim Arzt، نزد پزشک آمپول زد. اینم از این. معنی چهارمی که فعل bekommen توی جمله ایجاد میکنه دوچار شدن به چیزی یا شدن هستش. etwas bekommen میبینید که اصلا فعلیه که مفعول آکوزاتیو میگیره توی هر معنی باشه. مثالا رو دقت کنین. nach dem Lauf habe ich starke Kopfschmerzen bekommen، میگه که بعد از دویدن nach dem Lauf، بعد از دویدن دچار سردرد شدید شدم. starke Kopfschmerzen، سردرد شدید. مثال بعدی hat im Urlaub einen Sonnenbrand bekommen، این برای Sonnenbrand هم استفاده میشه. میگه او در تعطیلات دچار آفتاب سوختگی شد. Ich habe nach dem Essen Bauchschmerzen bekommen، میگه که بعد از غذا دلدرد شدم یا دچار دلدرد شدم. Sie hat plötzlich Herzklopfen bekommen، میگه که ناگهان دچار تپش قلب شد. ببینین هرتز قلب، کلوپفن مثل درد زدن و کلن یه حالت مثل تپش مانند، اینجور عملی رو میگن مثلا زدن. خب حالا وقتی که میاد با هرتز میچسبن به هم تپش قلب معنی میده. معنی پنجمی که فعل bekommen ایجاد میکنه دیدار داشتن، مثلا مهمون داشتن، یه کسی رو دیدن. گسته oder Besuch bekommen، مهمون داشتن. ببین هم گسته هم Besuch معنی مهمان میده. مثالا رو توجه کنین. heute Abend bekomme ich Besuch von meinen Eltern، میگه امشب والدینم به دیدنم میان یا امشب والدینم مهمونم هستن. habt ihr oft Gäste zu Besuch، میگه که آیا شما اغلب مهمان دارین یا مثلا مهمون براتون میاد و اینا. معنی مثال بعدی am Wochenende werden wir wieder Besuch bekommen، میگه که آخر هفته دوباره مهمان خواهیم داشت. werden
و اون فعل که به صورت مصدر میره آخر نشونه از فوتور آینس هست که زمان جمله رو آینده ساده میکنه. معنی ششمی که فعل bekommen توی جمله ایجاد میکنه وادار کردنه. به ساختار زیر دقت کنین. jemanden dazu bekommen etwas zu machen. میگه که یک کسی رو یک کسی رو وادار به یک کاری کردن. مثالا رو دقت کنین ببینین چطوری توی جمله این ساختار استفاده میشه. Kannst du ihn dazu bekommen mir zu helfen؟ میگه میتونی اونو مجبور کنی وادار کنی که بهم کمک کنه. مثال بعدی Sie hat ihn dazu bekommen früher nach Hause zu kommen. این دقیقا مامان منه. میگه که اونو مجبور کرد وادار کرد که زودتر به خانه بیاد. مثال آخر این درس Wir müssen ihn dazu bekommen die Wahrheit zu sagen. میگه ما باید اونو مجبور کنیم وادار کنیم که Wahrheit حقیقت رو بگه. قبلا هم توی ویدیو قبلی گفتم ولی دوست دارم اینجا بهتون تکرار کنم. وقتی یه چیزی مثلا یه صفتی آخرش میاد هایت میچسبه اونو تبدیل به اسم میکنه. ببینید Wahrheit. پس آخر یک کلمه شما هایت دیدین توی زبان آلمانی اون اسمه. مثل همیشه در پایان ویدیو تمرینات رو داریم. تاکید دیگه نباید بکنم از بس این حرف رو تکرار کنم ولی میگم لطفاً تمرینات رو اول خودتون انجام بدین بعد با پاسخات چک کنین. اگر این کارو نکنین نمیگم یاد نمیگیرین ولی تثبیت نمیشه توی مغزتون این مطالبی که با هم مرور میکنیم و کار میکنیم. اگر سوالی داشتین راجع به این درسی که با هم داشتیم توی کامنت ها با من در ارتباط باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره.